شروع کردیم برای بازسازی این پیرمرد. بیایید از این به بعد بهش بگیم کجا. به زبون ما همون پیرمرد میشه. یه توضیح بدم، باور کنید هنوز تو این 30 سال سن ما دست به پیچ موتور نزدیم، موتور نداشتیم. شاید یکی دو بار موتور سوار شدیم، تا الان دست به فنی موتور نزدیم. یه چالشیه که اگه نتونیم قول میدم میرسم کلشو به تراشه. موتور 350 سی سیه. برای اینکه بدونیم چجوری باید باش دست پنجه نرم کنیم مجبور به تحقیق شدم. چون فنیم تحقیقاتی که انجام شد چیزی سر در نیاوردم و مجبور شدم ببرمش، بازش کنم، حتی لهش کنم. نداریم، نمیدونم چرا احسابم داره خوب میشه اینجا. همش کلافه میشدم و پشیمون. نمیدونید چه بلایی سرم اومد. اینم که ما رو خیلی اذیت کرد. تمام قطعات به جز بدنه و موتور هیچ کدومش به دردمون نخورد و اسقاط شد. دیگه نمیشه. مسخره بازی در نیام باشه، در تمومش کن بره. نمیشه. این گوجا منو خیلی اذیت کرد، ولی تموم بشه خیلی بلاها سرش میارم. کار دارم باهات. خب قول کله کچل کردن اون که دادیم بازش کردیم، ولی اگه تجربه‌ای ندارید، اگه میخواید این کار رو انجام بدید اصلا نکنید. یا از یه نفر حتما بالا سرش باشه که کمک بگیرید. ما اصلا به یه پیچ‌های خوردیم که اصلا ندیدیم تا حالا. کمک فنر این خیلی بلنده واسه اون چیزی که میخوایم بسازیم. مجبوریم کمک فنر اینو ما خودمون 15 سانت از اینجا ما کوتاه کردیم، این برام میخوایم 15 سانت کوتاه کنیم، چون داخلش حالت فنر داره و روغنیه، روغن بادیه. باید اینو کوتاه کنیم. اگه ببینید اینجا رو این رزوه است، باید دوباره اینو رزوه کنیم.
که اون ارتفاعی که ما میخوایم یه دستش کنیم. حالا آخر سر حتما یادتون باشه همه اینا رو توضیح میدم بهتون. اینم از کاربرد شکافی گوجا. اوف چه خبره. خب این قسمت تموم شد. قسمت بعدی میریم سراغ رنگکاری. واقعا خیلی سخته که الان مثلا من نمیدونم این همه پیش برای کجاست. اینا اصلا نمیدونیم برای کجاست. این برای کجاست. بعد خیلی از پیشش می‌کرده این آره چه سوراخ داره. واقعا یه همین رو داشتم گفتم شاید بالای 100 تا پیچ بریدیم اصلا نتونستیم بازش کنیم. دیگه تموم شد بازش کردیم. حالا این واسه بازسازیش و تعمیرش و یه قطعه باید عوض کنیم اصلا.